سلام. دیروز دایناسور عمامه‌دار ولایت سنگ تموم گذاشت، یعنی تمام دل روده ولایت رو شفاف سازی کرد. اولش یه روزه واسه حفظ عمامه ولایت خوند. حفظ انقلاب مهمتر از اصل انقلاب است، اما باید مراقب باشیم این انقلاب رو حفظ کنیم. حفظ انقلاب به دوش هم مسئولین است و هم مردم. من فکر میکنم در حفظ انقلاب سهم مردم 1/10 باشه، 9/10 به دوش مسئولین هست. این 9/10 که میگه منظورش جماعت اکبر کوسه است. میگه دارن با این زهربازیاشون نظامو به فنا میدن، بعدم برای اینکه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمونه صاف رفت سراغ دبه ترشی خبرگان و خطر اکبر کوسه. مسئولین به دست مردم انتخاب میشن، باید بصیرت کامل باشد، شناسایی کامل باشد. مبادا خدای نکرده انتخابی بر مبنای یک اشتباه انجام بگیرد که فاجعه‌ای عظما خواهد بود. افرادی که در خبرگان راه پیدا می کنند 100% تمام وجودشون اطاعت از ولی امر باشد، پر کرده باشد اطاعت از ولی امر. بابا زدی مردم سالاری دینی عظما رو لئو لورده کردی که این که نشد خبرگان که مگه خبرگان کارش به اصطلاح انتخاب و کنترل ولی فقیه نیست؟ خب اگه مطیع ولی فقیه باشه که دیگه کشکم نمیتونه بسابه که. حالا خودت که به رود نیاوردی اما دوریالی بنده موشکاف افتاد، اینجا هم داشتی با کوسه تسبیح حساب میکردی. شهید بهشتی، شهید رجایی شخصیت‌های بسیار محترمی هستند، تجلیل از آنها می شود و باید هم بشود. اما اگر اشتباهی این آقایون کردند باید آشنا بشیم. شهید بهشتی به کلاهی اعتماد کرد، این صحیح نیست. کلاهی که بالاخره حزب رو منفجر کرد، این مورد اعتماد بهشتی بود. باید روی افراد دقت بشود، مبادا نفوذی باشه، مبادا مدتی سالها تظاهر بکند و بالاخره ضربه خودش رو بزند. شهید رجایی هم در مورد اعتماد به کشمیری او هم اشتباه کرد. شنیدم کشمیری اونچنان تظاهر به دین و دینداری می کرد که شهید رجایی به او اقتدا می کرد و بالاخره همین کشمیری بود که رجایی و با هنر رو آتش زد و سوزاند. دقت کنن مسئولین، به زودی اعتماد به افراد نکنن. این یک درسی است که باید در امر انقلاب گرفت. اون که بله، اون یارو رحیمی هم خیلی اشتباه کرد که به عنتری نژاد اعتماد کرد. حالا باید کنج هلفتونی آب خونک بندازه بالا. ببینید چه شکافارتیه تو نظام ولایت که این مجبور شده بیاد اینجوری هشدار بده و به مرده چوب بزنه. بابا این حرفا رو ول کن، فعلا خود عظما رو بچسب که به شیخ فری اعتماد کرد و الان مثل چی تو گل مذاکره و ضرب الاجل گیر کرده. مقام معظم رهبری پیوسته فرمودند من به مذاکرات خوشبین نیستم. فرمودند اگر مذاکرات به ثمر نشست چه بهتر، وگرنه باید به درون بنگریم و تقویت درون کنیم. ما ظرفیت فراوان داریم، جوانان خوشفکر داریم،
وضع هسته‌ای ما امروز در مقایسه با 10 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما امروز دارای علم، فناوری، صلاح، اعتبار بین المللی و میلیون ها جوان با استعداد داریم، در حالی که آمریکا مشکلات سیاسی، اقتصادی و اختلاف شدید دارد، کسری درآمد هزاران میلیارد دلاری دارد. اختلاف عمیق اروپا و آمریکا در مسائل گوناگون و در درون خود آمریکا وجود دارد. اینها تمام چیزهایی است که میتواند برای ما امید بخش باشد. پس قضیه اینه، چون میلیون ها جوان با استعداد داریم، دارید گر و گر حکم اعدام میدید ها؟ علی گدای بدبخت بهت گفت برو به بسیجی ها امید بده، بعد تو اومدی مثلا به خیال خودت حرفای امید بخش زدی. بابا کدوم امید؟ امیدی نمونده واسه نظام. برو فکر نون ضرب العجل باش که خربزه فناوری و این حرفا آبه. جای این فک زدنهای بیمورد برو کمک علی گدا که هر چی زودتر تصمیمشو بگیره و راه کل پا شدنشو خودش انتخاب کنه. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.